خب دوستای گلم، همونجور که میبینین من میزو 2-3 دست رنگ کردم. من خودم 3 دست رنگ کردم به خاطر اینکه قسمت های بتونه شده هنوز بعد از 2 دست رنگ به نظرم دیده میشد و نیاز داشت به اینکه 3 دست رنگ بشه. اون بستگی به خودتون داره که ببینین چه جوری پوشش میده و قشنگ گذاشتم خوش شد. حالا میخوایم افکت چوب رو روش اجرا. خب دوستان، من میخوام یک تونالیته چوب داشته باشم روی این بیس نسکافه رنگم. حالا میخوام انگار رده های چوب بندازم. از قلم‌های زب استفاده میکنم. حالا میتونن این قلم‌های ساده باشن، اینا که مو رنگ میکنن. به نظرم اینا خیلی افکت بهتری میده و زبطره. شما با هر چی راحتی میتونین رو بندازین، با اب، با هر چی که فکر کنین، با این برس ها و هر چیزی که فکر میکنین. حالا چه رنگایی انتخاب کردن؟ نکنید بیس من بچه‌ها نسکافه‌ایه. خب من برای رنگ تیره، رنگ چوبم که میخوام انگار ردای تیره بندازم، رنگ برنز و قهوه‌ای رو با هم قاطی کردم. یه رنگی که حالا به نظرم اوکی بوده به دست آوردم. این از این. سر این دوتا بچه‌ها فعلا مطمئن نیستم. اینو بزنم ببینم چجوری میشه. یکی از این دوتا رو انتخاب میزنم. این که رنگ بژ صدفی و این هم سفید صدفی. یکی از این دوتا رو انتخاب میکنم و اینکه این هم یک رنگ حالت نسکافه‌ای پررنگ، نسکافه‌ای نخودی، هر چی که حالا نمیدونم شما میگی. این هم یه رنگ دیگه مونه و اینم که رنگ بیس میزه دیگه. خب نکنیم بچه ها میخواییم رنگا رو تو هم فید کنیم. پس من این دوتا رو فعلا میذارم پایین. اول از همه رنگام رو قشنگ تکون میدیم. نکنین نکته‌ای که این کار داره اینه که شما باید رنگا رو تو هم فید کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میخواین از چند تا رنگ کنار هم استفاده کنید. بچه من رو میز خالی میکنم، رنگا رو میذارم پایین. یه کوچولو سخته برداشتنش ولی عیبی نداره چون رو میز باید قشنگ خالی و تمیز بشه. رنگا رو کامل تکون بدیم و باز کنیم. بچه من قهوه‌ای برنزی که انتخاب کردم به خاطر اینکه این برنزی یک شاین خوبی داره، برنز متالیکه و واقعا چیز خفنیه. من ترجیح فعلا با همین قلم‌های رنگی مو اینکه یک اسپری آب حتما داشته باشید، سطح یک کمبر خیس کنیم. خب من یه بیس سفید آوردم اینجا. یک سری رنگایی که الان میخوام بذارم اینجا میخوابونم که سریع راحت از این رو بردارم. خب دوستای گلم نکنید، من فعلا این 3 تا رنگ رو انتخاب کردم. یه کوچولو روش آب میزنم که خشک نشه. شروع میکنیم یک کم سطح میز رو آب زدن. و کارم رو شروع میکنم. من از قهوه‌ای شروع میکنم. خیلی آروم. بچه‌ها رنگا تو هم فید بشن. اصلا از این قیافه الان نترسین چون چیز خیلی خفنی در میاد.
زهر قلمم بگیریم که این حالت پیش نیاد. خب اگر میخواین که یکم فیدتر بشه از آب استفاده کنیم، بکشیم قشنگ. بچه میزان رنگ بستگی به خودتون داره که میخواین چه رنگی چقدر استفاده کنی. عزیزای دلم، اون قهوه‌ای و اون رنگایی که زیر زدیم بعد اینکه خوش شد، من اصلا اونها رو دوست نداشتم. یعنی احساس کردم خیلی میز تیره شده و روی پایه ها اگه اونو میزدم خیلی شلوغ میشد. همین وقتی که خوش شد اومدم با همین قلم رنگ مو از همون رنگ بیسم، یعنی همون نسکافئیم، دوباره همینجوری آروم آروم به 1 سمت زدم و این رنگ نسکافئیم و این رنگ نسکافئیم رو پر زدم که اون رده های تیره اون زیر خیلی کم پیدا بشه از اون زیر. من دلم خواست که رده ها کمتر دیده بشه. خب یک دسته که اجرا کردیم با همین حالت و الان مثلا اگه بخوام بزنم بچه‌ها میتونم یکم دیگه این وسط اضافه کنم، ولی خب من این خطا رو خیلی دوست دارم. حالا از نزدیک براتون میگیرم که رویه رو ببینیم، ولی بعضی جاهاش هم میشه زد، هنوز نیاز داره، مشکلی هم نیست. به این حالت دست قبل هم اجرا کردیم. اصلا سخت نیست. بچه تو پتینه هیچ چیزی خراب نمیشه، هر رنگی که دوست دارید به همون برسیم. دلیل نمیشه که اینو الان رنگ کردید بگید که آخ الان مثلا خراب شد فلان شد. دیدیم که من اومدم تیره رو زدم، خوش شد، چون رنگ آکریلیکه بچه ها اونقدی یعنی بچه ها چون رنگ آکریلیکه وقتی که خشک میشه تیره تر میشه از اون رنگی که میبینیم. برای همین من اونجا اومدم رنگ قهوه‌ایه که خوش شد خیلی تیره شد، دوستش نداشتم، به همین حالت انقدر اینو زدم که رسیدم به اون رنگی که خودم میخوام و کاملا همه اینها سلیقه‌ایه. تو مرحله بعد من تصمیم عوض شد، میخوام که یک رگه های طلایی تو کارم داشته باشم. خب میذارم قشنگ این خشک بشه، نیم ساعت خشکه بچه ها، یعنی اونقدر زمان نمیبره که بخواد خشک شه. و اینکه بعد اون طلایی رو روش میزنم.
عزیزای دلم، همونجور که می‌بینید من بیس کار نسکافه‌ای زدم. یه مروری با هم بکنیم. بیس کار نسکافه‌ای زدم. بعد اون رنگایی که اول بهتون نشون دادم و گفتم انتخاب میکنم، فقط برنزش رو انتخاب کردم، برنز قهوه‌ای به صورت خشخش، همونجوری که تو ویدیو دیدیم تا الان زدم. اون رنگای دیگر رو نزدم. به نظرم یک رنگ گرمتر میخواست، یعنی بیج صدفی و صدفی و اینا رو میزدم خیلی لوس میشد. من از طلایی اشرفی استفاده میکنم. حالا یک ویدیو راجع به کلا طلایی هم داریم با هم دیگه در آینده. ولی یه بیس کار آوردم با یه قلمی که موهاش زبطره، میخوام خشخش بندازم. خیلی کم دیگه به این قهوه‌ای نه، خیلی رده های خیلی کمی از طلایی رو میخوایم داشته باشیم. طلایی من این هست. خب سطحمون که کاملا تمیزه، از طلایی برمیدارم. نکنین بچه ها، اینجوری نمیخوام بزنم، با دیواره قلم تازه بازم زهرشم قشنگ میگیرم و از یک سمت شروع میکنم به طلایی زدن. بچه خیلی کم بزنیم، چون من الان از این بار دارم نگاه میکنم. البته بازم بستگی به سلیقه خودتون داره، ولی خب من چون نمیخوام طلایی خیلی وحشتناکی داشته باشم، به این صورت شروع میکنم. همینجوری روی میز پایه ها جلوی میز همه رو همین حالت میزنم و در آخر سرم که ثابت کننده یا فینیشینگ رو میزنم. بچه ها میبینیم با اون قلم رنگ مو که زدیم رنگ آخرمون رو و این خشخشی ها رو قشنگ نیست، بافت چوب داره. یعنی وقتی من اینو میکشم میبینید قشنگ صدا میده، پس بلندی ایجاد شده و بافت چوب که میخواستیم رو بهمون داده. باشم رنگ‌های متالی که الان دارم میزنم، مثل این قهوه‌ایه، مثل این طلاییه، تا وقتی که فینیشینگ یا همون ثابت کننده روشون نخوره زیاد دید آنچنانی نداره. وقتی که فینیشینگ میخوره اینا قشنگ میزنه بیرون رنگاش و خیلی زیباتر میشه. خب به همین صورت بچه ها کل میز رو بزنیم. من یه نمایی از نزدیک میگیرم که ببینیم کار روی میز چی شده. خب دوستان، اینم از روی میزمون تمام شده که طرح چوب روش کامل افتاده. برای جلوی میز من از موتیف استفاده کردم. یک ویدیو راجع به موتیف و رنگامیزیش براتون حتما در آینده آماده میکنم. موتیف رو با چسب چوب چسبوندم، رنگ نسکافه‌ای خورده و تاچ طلایی. تمام این مراحل روی کشوهای میزم انجام دادیم و با همون قلموی رنگ مو همون طرح چوب روش میندازیم. در آخرم میام با پیستوله روی تمام کار فینیشینگ استفاده میکنم. تمام مشخصات فینیشینگ رو براتون توی توضیحات میذارم و اینم از تموم شده میزمون.
مرسی که همراه من بودین و مرسی که منو سابسکرایب میکنین.